Я очень долго встречалась со своим молодым человеком. با مرد رابطه عاشقانه داشتیم. میپنداشتم زن فقط با مرد باید مناسبتی محرمانه کند. یک روز به جشن مولد دوگانه هم دعوت شدم. دیر شد و شب در خانه اش ماندم. مهمان ها زیاد بودند، از این رو با دوگانه هم در یک بستر خوابیدیم. او نوازشم کرد و به من معقول شد. باری نخست با زن هم خوابه شدم. چند سال باز این دوام دارد؟ 5 سال می شود. نه اندیشیدید که به اطرافیان این رفتار شما خوش نمی آید؟ میدانم محکوم میکنند. از این راه حیات جنسی خود را پنهان میدارم. فقط من میدانم اون دختری که با او مناسبت دارم. جوان مردی که معشوق من است این اسرار ما را نمیداند و حتی پی نمیبرد که به مهمانی دوگانه هم با کدام مقصد میروم. به پدر و مادر هم نگفتید؟ آنها مرا نمیفهمند. نمیخواهم غمگینشان سازم. ناراحت نشدید که هم مرد مقبولتان هست هم زن؟ از آن ناراحت بودم که با دو جنس ارتباط محرمانه دارم. هنوز هم به نتیجه نرسیدم که با کدام از این دو بودن برایم خوشایند است. نه اینش را رها کردن میخواهم و نه آنش را. از این را عذاب میکشم. شنیدید که دادستانی کل تاجیکستان میخواهد آمار یک غلطهای جنسی را ترتیب دهد. این خنده‌آور است. آنهایی که به من مانند هستند میخواهند حیات جنسیشان مخفی ماند. هیچ کس درباره آنها چیزی نمیداند که به خاطر ترتیب این آمار اسرار خود را آشکار میسازد. نمیدانم. دختران دو جنسگرا خواهند گفت فقط با مردها مناسبت محرمانه دارند و بس. مردها خواهند گفت با زن رابطه دارند.